بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله متعال برای هدایت بشر در هر زمان یک پیغمبر میفرسته و وقتی پیغمبر میآید و اون قوم را دعوت و راهنمایی میکنه به طرف پیام الهی، بعد از رفتن پیغمبر وظیفه پیغمبر به دوش پیروان اون پیغمبر گذاشته می شود و آخران پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم برای هدایت نه فقط برای یک قوم بلکه برای هدایت هم انسان ها و هم جن ها فرستاده شد و پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال دین اسلام را کامل کرد و وقتی پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم که از دنیا رفت و وظیفه پیغمبر به دوش علما گذاشته شد. الله متعال در قرآن میفرماید که برای پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم میگه بگو که قل هذه سبیل ادعو الى الله على بصیرة انا و من اتبعنی، بگو این راه من است، یعنی که راه دعوت راه من است و من دعوت میتونم با حق، یعنی که با حجت با دلیل و راه من و کسانی که از من پیروی میکنن و علما وارثان پیغمبرها هستند و اون وظیفه پیغمبرها به دوش علما گذاشته شده است. الله متعال برای علما جایگاه و مقام و فضیلت های خیلی بالایی را ذکر کرده است. الله متعال میفرماید که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله متعال مقام، جایگاه و مرتبه کسانی که از شما ایمان آوردند و برای کسانی که علم داشته است بالا میبرد. یا که در دیگر جای قرآن میفرماید که الله متعال که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بگو آیا اون کسی که میدونه و اون کسی که نمیدونه برابر است؟ هرگز برابر نیست. یعنی که یک اهل علم و کسی که اهل علم است هرگز در نزد الله متعال در جایگاه، مقام، مرتبه برابر نیست. اما این مقام، این مرتبه، این فضیلت برای علما با یک شرطی داشته است که باید همون شرطی که بالای علما گذاشته شده است باید اون شرط را انجام بدن. اولین شرط این است که هر اهل علم اون علمی که می آموزه با اون علم خود عمل بکنه. اما وقتی که علم داره و مردم را دعوت میده اما به همون علم خود عمل نمیکنه، دعوت او چنان تاثیرگذار نیست. زیرا که این وصف اهل کتاب که اونها علم داشتن و مردم را دعوت میدادن اما به اون چیزی که خود میگفتن به اون عمل نمیکردن. الله تعالی در وصف اونها بیان میکنه که لما تقولون ما لا تفعلون، چرا شما خودتون میگوین و به اون چیزی که شما میگین عمل نمیکنین. و باید علما به همون علم خود چیکار کنن؟ عمل کنن. و دیگه وظیفه‌ای که به دوش علما گذاشته شده است وظیفه این است که به همون علمی که اونها آموختن و عمل کردن باید امت رو راهنمایی کنن و امت رو از تاریکی، از گمراهی به طرف روشنایی و هدایت راهنمایی کنن. زیرا که علما در روی زمین مانند یک روشنایی هستند و تمام کس نمیتونه اهل علم باشه و علما نقش کلان دارن که باید مردم را راهنمایی و حقیقت دین برای اونها برسونن. اگر امروز علما در میدان نباشن و مردم را دعوت ندهند، حتما دیگه نفری میباید اونها را به طرف گمراهی و ضلالت و به طرف راههای باطل اونها را دعوت میدن. و اگر علما کتمان حق بکنن، حقیقت برای مردم نگن، حتما در روز قیامت در نزد الله متعال پاسخگو هستند. امام ذهبی در کتاب خود به نام الکبائر در همون کتابی داره که در اونجا گناههای کبیره را در اونجا ذکر میکنه. در 38م گناه کبیره که در صفحه 170 میگه که او در اونجا بیان میکنه که التعلم للدنیا و کتمان العلم. 38م گناه کبیره این است که یک عالم علم را به خاطر منفعت دنیا، به خاطر جا، مقام، مرتبه و پست چیکار میکنه؟ او را تعلیم میگیره. و همچون دیگه چی؟ کتمان حق میکنه، علم کتمان میکنه، حقیقت برای مردم بیان نمیکنه. یا که الله متعال در قرآن بیان میکنه که میگه و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، میگه یاد که زمانی که الله متعال اون عهد و پیمانی که از اهل کتاب گرفت، عهد و پیمان چی بود؟ لتبیننه للناس ولا تکتمونه، که حتما این را شما برای مردم بیان کنید و این را کتمان نکنید. امروز باید علما به میدان بیان و مردم را راهنمایی کنند، زیرا که مردم در یک حالت بیچارگی، عاجزی و ناتوانی است.
تمام این مشکلات ها سبب های مختلف دارند، اما مهمترین و بزرگترین سبب این است که مردم از دین دور شدند، زیرا که دین اسلام یک دینی است که امت می سازه، یک جامعه را می سازه، از مشکلات و بیچارگی از تمام چیز اونها را به طرف یک راه حق و یک راه درست این دین اسلام انسان راهنمایی میکنه. از عبادت بنده ها به طرف عبادت الله، از تاریکی ها به طرف روشنایی، از تنگی از سختی ها به طرف آسانی ها، این دین است که امت راهنمایی میکنه. و باید علما امروز در میدان باشند، با حکمت مردم دعوت بدن و پیام الهی را به تک تک مردم برسانند. و وقتی که مردم دین با آموزن و به دین عمل کنند، انشاءالله تمام مشکلات امت حل می شود. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.